استخدام 1322 تاریخ بازنشستگی 1356 سوابق ورزشی دبیر ورزش دبیرستان‌های تبریز مدیر تربیت بدنی تبریز مدیر کل تربیت بدنی آذربایجان شرقی رئیس فرهنگ شهرستان هریز چهره ماندگار استاد علی اصغر صحتی آقای دکتر خوشایند دهن‌گیرم تشویق جانانه تشویق جانانه کم تشویق این استاد علی اصغر صحتی چهره ماندگار آموز پرورش استان. تاریخ تولد 1310 تاریخ استخدام 1332 تاریخ بازنشستگی 1360 سوابق ورزشی فارغ التحصیل دانشسرای تربیت بدنی دبیر ورزش دبیرستان‌های تبریز شرکت در مسابقات قهرمانی کشور چهره ماندگار استاد حمید ذوالنون. تشویق یواش ورزش معلم دبیرستان منصور تبریز در تشویق جانانه بویدون. تاریخ تولد 1311 تاریخ استخدام 1332 تاریخ بازنشستگی 1362 دبیر ورزش دبیرستان‌های تبریز رئیس تربیت بدنی مرند رئیس هیئت ژیمناستیک استان شرکت در مسابقات بین‌المللی ژیمناستیک آلمان سلطان شعر جناس فارسی ترکی چهره ماندگار استاد نصیر پایه‌گذار. نوای شیرازی باشیدم بیرون نوای شیرازی استاد نصیر پایه‌گذار تشویق جانانه بیرون. تاریخ تولد 1312 تاریخ استخدام 1338 تاریخ بازنشستگی 1365 دبیر ورزش دبیرستان‌های تبریز مربیگری تیم ملی دوچرخه سواری شرکت در مسابقات بین‌المللی کشورهای روسیه، ترکیه و فیلیپین بنیانگذار تور بین‌المللی دوچرخه سواری آذربایجان چهره ماندگار استاد منوچهر فکرآزاد. استاد منوچهر فکرآزاد
گذر عمر ببین کین اشارت به جهان گذرا ما را بس. استاد فکر آزاد تور بین المللی بنیانگذاری که تشویق جانانه. تاریخ تولد 1312، تاریخ استخدام 1331، تاریخ بازنشستگی 1373، دبیر ورزش دبیرستان‌های تبریز، مربی و داور رشته‌های مختلف ورزشی و فارغ التحصیل دانشسرای عالی. چهره ماندگار استاد حسین رضایی. بزرگوار انسان، تشویق جانانه. سهر tezden gelmişti. Ben gördüm ki petroşimince bu küllerinin nanışırı ustad. Teşvik edin xahiş edirəm bu buzurgvar insanları. تاریخ تولد 1312، تاریخ استخدام 1336، تاریخ بازنشستگی 1374، دبیر ورزش، مدرس مراکز تربیت بدنی تبریز، مربی و داور رشته‌های مختلف، شرکت در مسابقات مختلف. استاد حسن لطفی صدیق. تاریخ تولد 1313، تاریخ استخدام 1338، بازنشستگی 1368، دبیر ورزش دبیرستان‌های تبریز، مربیگری تیم‌های هندبال و بسکتبال، قهرمان ایران با تیم فوتبال تبریز. چهره ماندگار استاد پرویز یوسفخانی. ماشاءالله. تشویق‌لرد یواش نسل جوان. خب بودن ابتدایی بریم به آموزش ورزش اسکواش دیم، مدرسه تخصصی اسکواش داد آقای شکیل آماده. خب چهره ماندگار تاریخ تولد 1313، استخدام 1332، بازنشستگی 1360، دبیر ورزش دبیرستان‌های تبریز، مسئول تربیت بدنی ناحیه 3، شرکت در مسابقات بین المللی ترکیه، داور و جدول نویس مسابقات آسیایی 1974 تهران. چهره ماندگار استاد علی اشرف جدیری. تشویق جانانه. تاریخ تولد 1313، تاریخ بازنشستگی 1336، تاریخ سوابق ورزشی، دبیر ورزش دبیرستان‌های تبریز، کارشناس تربیت بدنی مدارس، مدیر باشگاه ورزشی جنجویان، مربیگری تیم‌های ورزش مدارس. چهره ماندگار استاد حاجی بلالی طاهری. مردان باوقار روزگار. Çağırıp sahneler vardı, siz görmüşsünüz. Vəli mən bozurduvar gəldəşimin Rahim Abbas klipini görürəm ki, zor ağılır, zor. تاریخ تولد 1314، تاریخ استخدام، سوابق ورزشی، دبیر ورزش دبیرستان‌های تبریز، مربی فوتبال آموزشگاه‌های تبریز، دبیر نمونی سال 1373، داور فوتبال. چهره ماندگار استاد کاظم شعاری.
تولد 1314 تاریخ استخدام 1333 بازنشستگی 1960 دبیر ورزش دبیرستان‌های تبریز قهرمان دوچرخه سواری تیم ملی مربیگری تیم‌های ورزشی شرکت در مسابقات بین‌المللی استاد ابوالقاسم فکرآزاد آقای خالقی دعوتی همچنین حضور تفصیلات در جهت توزیع مدال‌های قهرمانی آقای خالقی بگیرون اجازه آقای خالقی تاریخ تولد 1314 تاریخ استخدام 1338 بازنشستگی 1359 دبیر ورزش دبیرستان‌های تبریز مدیرکل تربیت بدنی استان مربیگری تیم‌های مختلف کارشناس مسئول تربیت بدنی استاد بهرام حاج عبدی تاریخ تولد 1315 استخدام 1347 سوابق ورزشی دبیر ورزش دبیرستان‌های تبریز مدیر تربیت بدنی مدارس اخذ مدرک مربیگری فوتبال از فرانسه مربیگری تیم فوتبال تراکتورسازی استاد حسام گلزار مرد با لیاقت فوتبالستان ماشاءالله صاحب حسام گلزار و ارزشمند مربی‌گر در نمیدیم شهر میده و استانموندان تاریخ تولد 1316 استخدام 1338 بازنشستگی 1369 دبیر ورزش دبیرستان‌های تبریز دارای مربیگری رشته‌های مختلف مسئول تربیت بدنی مدارس شرکت در مسابقات قهرمانی چهره ماندگار استاد حبیب طاهری تشویق گوییم خواهشیرم ماشاءالله از خانم یاختی به آنها شیلت شیلودی بلوی در یاختی به آنها تاریخ تولد 1317 تاریخ استخدام 1338 تاریخ بازنشستگی 1373 دبیر ورزش دبیرستان‌های تبریز عضو تیم فوتبال آذربایجان شرقی شرکت در کلاس داوری اروپا قضاوت مسابقات بین‌المللی دهه فتح و لیگ فوتبال چهره ماندگار استاد جمشید نیکمهر ماشاءالله اراده و عظمت نیکمهر الله خلاص دکتر علیرضا نیکمهر و رحمت نصر روح شاد انسان نماز اخلاص و ادب دکتر علیرضا نیکمهر تاریخ تولد 1317 تاریخ استخدام 1340 دبیر ورزش دبیرستان‌های مراغه مربی و داور رشته‌های مختلف قهرمانی در مسابقات ورزشی چهره ماندگار استاد مجید سلیمان بندی اگر مراسمdan خوشunuz gəlin gözəl təşviq buyurun تاریخ تولد 1318 تاریخ استخدام 1339 تاریخ بازنشستگی 1370 دبیر ورزش دبیرستان‌های تبریز شرکت در کلاس بین‌المللی انگلستان داور مسابقات لیگ فوتبال کشور عضو تیم فوتبال استان چهره ماندگار
استاد رحیم عباسگلی زاده. جزن داور رحیم عباسگلی زاده، تشویق جامانه و مفصل مرتب. انشاءالله که کسالت نکنم آقای عباسگلی زاده جانانه تشویق بودم. تاریخ تولد 1318، استخدام 1341، تاریخ بازنشستگی 1369، دبیر ورزش دبیرستان‌های تبریز، بازیکن و مربی تیم‌های هندبال، مربیگری بین‌المللی دوم میدانی، دارای مربیگری والیبال، کشتی و بسکتبال، استاد محمد حسین آموزگار. Buyurun Ay Ahmetgari. Maşallah. Buyurun. Teşvik buyurun Ay Ahmetgari. تاریخ تولد 1318، تاریخ استخدام 1342، سوابق ورزشی، دبیر ورزش دبیرستان‌های میانه، رئیس انجمن وزنه‌برداری کشور، معاون تربیت بدنی دانشگاه‌دار، رئیس دفتر آدابگان شهری اردبیل و مدرس مراکز آموزش عالی چهره ماندگار، استاد قربان علی وفاییان، شهرستان میانه. تاریخ تولد 1320، تاریخ استخدام 1341، تاریخ بازنشستگی 1373، دبیر ورزش دبیرستان‌های تبریز، مربی تیم هندبال اعزامی به ترکیه، معلم نمونه تربیت بدنی در سال 56 و 67، قهرمانی تیم هندبال آذربایجان شرقی در 3 رشته و 3 دوره، مربی تیم ملی هندبال جمهوری اسلامی ایران در مجارستان، چهره ماندگار، ابرمرد استاد حسن امیر منتقمی. تاریخ تولد 1321، تاریخ استخدام 1340، بازنشستگی 1373، سوابق ورزشی، دبیر ورزش دبیرستان‌های تبریز، عضو تیم‌های ملی والیبال و بسکتبال، معلم نمونی استانی، دارای کارت مربیگری رشته‌های بسکتبال و هندبال و پدر بسکتبال استان، چهره ماندگار استاد علی عطایی. تاریخ تولد 1322، تاریخ استخدام 1341، بازنشستگی 1369، دبیر ورزش دبیرستان‌های تبریز، مدرس مراکز تربیت معلم،
رئیس هیئت ژیمناستیک استان و هیئت رئیسی فدراسیون ژیمناستیک استاد ناصر پایه‌گذار. تاریخ تولد 1315، استخدام 1342، بازنشستگی 1376، دبیر ورزش دبیرستان‌های مرند، قهرمان وزنه‌برداری، انجمن و داور وزنه‌برداری، حضور 5 دوره در مسابقات جام جهانی در رشته وزنه‌برداری، چهره ماندگار میر علی اکبر وزیری از شهرستان مرند. چهره ماندگار، تاریخ تولد 1323، تاریخ استخدام 1348، بازنشستگی 1378، دبیر ورزش دبیرستان‌های تبریز، کارشناس تربیت بدنی استان و بازیکن با غیرت و با تعصب تیم تراکتورسازی تبریز. چهره ماندگار استاد میر ابوالفضل افصحی. ماشاءالله سید بزرگوار. چهره ماندگار دبیر ورزش دبیرستان‌های تبریز، پیشکسوت ورزش باستانی، مربی تیم‌های منتخب استان. چهره ماندگار استاد رسول هاشمی. چهره ماندگار دبیر ورزش دبیرستان‌های تبریز، مربی و داور رشته‌های مختلف، شرکت در مسابقات مختلف ورزشی کشوری. چهره ماندگار استاد جمشید نجفی. چهره ماندگار استاد حمدالله زنون، دبیر ورزش دبیرستان‌های تبریز، مربی و داور رشته‌های مختلف، شرکت در مسابقات ورزشی. استاد حمدالله زنون. چهره ماندگار از مردان بزرگ روزگار، دبیر ورزش دبیرستان‌های تبریز، مربی و داور رشته‌های مختلف ورزشی، شرکت در مسابقات مختلف ورزشی کشوری. استاد احد بالایی. خاشم بوده چه بود چهره های ورزشی و ماندگار bir dəfə qalxırlar yağa, siz cananə buna təşviq buyurursunuz. Gönül sizə tərəf var. Təşviq cananə siz də qalxın yağa və ehtiram və təkrib bu buzurgan. Təşviq cananə. Çok mutşakkirim, daveti